امروز من میخواستم برای شما یک درسی زبان ترکی را برای شما پیشنهاد کنم با طریق مستقیم ساعت 2:30 به وقت ترکیه. اما چخیلی که میبینید من در کار هستم، تا حال وقت نیافتم، وقت پیدا نشد که وقتی که ما در کار هستیم به همون خاطر دیگه نتونستیم که شما را چیز بکنیم در وقت ساعتش. اما انشاءالله ساعت های 3:30 و یا 3 ما میتوانیم که با طریق مستقیم داخل شده درس خود را ادامه بدهیم. درس زبان ترکی را خیلی یک موضوع مهم زبان ترکی ترجمه کرده می شود. به همون خاطر یک بار دیگه از شما عذرپرسی میکنم، عذر میخواهم که در ساعت 2:30 نتونستیم برای شما درس زبان ترکی را ادامه بدهیم، انجام بدهیم. از بس که کار زیاد بودیم روز نتونستیم در وقتش رفته. ساعت 3:30 با وقت ترکیه درس را ادامه میدهیم انشاءالله با یاری الله جل شانه. با هم خاطر برادران عزیز با دقت گوش بکنیم. انشاءالله درس ساعت 3:30 شروع می شود. این درس زبان ترکی که ما و شما در طریق مستقیم میکنیم در روی اکران گفتگی هامون نوشته کرده نمی شود، یعنی نمی براید. با همون خاطر شما می توانید که یک دفتر و یک روچکه گرفته از همین سخنایی که ما میگیم همون رو نوشته بکنین تا اینکه در ذهن شما زیادتر بشیند. دیگر درس هایی که هست از 1 تا 12 اون درس ها در بالای اکران نوشته کرده می شود. چیزی که ما و شما مثلا میخونیم در اون بالای اکران نوشته کرده می شود. اما این درسی که با طریق مستقیم است اون نوشته کرده نمی شود، یعنی درس خطی نمی شود و مثل داستان در مکتب. با هم خاطر می توانید که شما کنید یک دفتر و روچکه گرفته همین درس ها رو نوشته بکنید. این برادر علی زاده علیکم السلام و رحمت الله. خدا را شکر خوبم، سلامتی من خوب است، خدا را شکر الحمدلله. ای شما پرسیم خودت خوب هستی برادر؟ سلامتیت خوب است اینجی؟ بله، من امروز ساعت 2:30 میخواستم برای شما درس تیار کردم، میخواستم بر خدمت شما برسونم، اما از بس که در کار هستم نتونستم. ساعت 3:30 انشاءالله درس ما ادامه میدهد، درس زبان ترکی. الان ما خداحافظی میکنیم تا اینکه کار ما دوام بدیم، کار ما تستر تمام بکنم، برام با خانه درس تیار کردگی را ساعت 3:30 به خدمت شما برسونم. در امان الله باشید.